در زمانی که جهان هنوز زخم غرور جمشید را بر تن داشت، نامی از دل تاریکی برخاست، نامی که سرنوشت ایران را دگرگون کرد: ضحاک. و آنگاه صدایی از تاریکی برخاست که تاج را نه با خرد که با خون وعده میداد. و در دل او نخستین بذر تاریکی جوانه زد. اگر امروز کاری نکنی، فردا تاریخ تو را به فراموشی خواهد سپرد. راه پادشاهی از خون می‌گذرد و نخستین خون، خون پدر است. تو باید پدرت را به قتل برسانی و جای او را بگیری. و در آن لحظه پیمانی بسته شد که بوی خون میداد. مرداس، پادشاهی که با خدا نجوا می کرد، بی خبر از آن که خون در راه است. ضحاک به فرمان ابلیس ژرف چاهی در دل باغ پدر کند، چاهی که تقدیر یک پادشاه در تاریکی آن رقم می‌خورد. مرداس در سکوت سحرگاه پای بر راهی نهاد که دیگر بازگشتی نداشت. و چنین با خون پدر راه پادشاهی گشوده شد. ضحاک بر تخت نشست، اما از همان روز سایه‌ای سیاه بر سرزمین افتاد. و چنین بود که ابلیس در جامه خادمی فروتن با طعامی آراسته و لبخندی پنهان به تالار پادشاهی ضحاک درآمد. و آن دم که ضحاک نخستین لقمه را فرو برد، نمیدانست که این آغاز راهی است که او را از پادشاهی به تباهی خواهد کشاند. این طعام بوی بهشت میدهد. بگو ببینم پیرمرد، در ازای این خدمت چه میخواهی؟ نه زر میخواهم، نه زمین، نه تاج. پس چه میخواهی؟ تنها یک بوسه بر دوشانه پادشاه. و در سکوت تالار نفسی سرد بر شانه شاه نشست. از همان دم سرنوشت دگرگون شد. سردی بر شانه‌اش نشست و او فهمید چیزی در درونش تغییر کرده است. و از آن بوسه نشانی تاریک زاده شد. دردی ناگهانی در سرش پیچید و فریادی کوتاه سکوت تالار را شکست. و نشانه پدیدار شد. سایه هایی چون مار بر دوش پادشاه نشستند. زمزمه در تالار پیچید و ترس بر همگان چیره گشت. موبدی پیش آمد و گفت: این نشانه یک نفرینه. دنبال درمان گشتند، ولی نفرین دوا نداشت. مرهم آوردند، اما فایده‌ای نداشت و درمانگران با چشمانی لرزان پس نشستند. و آنگاه بیگانه‌ای بازگشت با نسخه‌ای که درمان نبود، بلکه آغاز تاریکی بود. ابلیس بازگشت با نگاهی آرام و درمانی که از دل تاریکی زاده شده بود. و آنگاه جمله‌ای گفته شد که دنیا را تاریک کرد: هر روز مغز دو جوان مرهم این درد خواهد بود. دو جوان؟ این چه درمانی است؟ درمانی که درد را میبرد. و این چنین بود که ضحاک پذیرفت. چنان بود که هر شب دو مرد جوان
چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگر ببردی به ایوان شاه، همی ساختی راه درمان شاه. بکشتی و مغزش بپرداختی، مر آن اژدها را خورش ساختی. در دل تاریکی دو مرد چراغ نجات را پنهان برافروختند. نامهای این دو نجات دهنده ارمایل و گرمایل بود و آن دو آشپز هر شب یک جوان را نجات می‌دادند. در دل کوه‌ها جوانانی دور هم جمع شدند برای انتقام از ضحاک و با هم به تمرین پرداختند. و در دل آتش آهنگری بود نامش کاوه و فریادش قرار بود تخت ضحاک را بلرزاند. سالهاست فرزندانمان را میبرید و امروز نوبت سکوت نیست. من کاوه ام و این پایام ترس است. و کاوه درفش چرمین را برافراشت و آتش خشم مردم برای نخستین بار شعله کشید. آن سوی کوه‌ها پسری میزیست که نامش فریدون بود و پدرش به دست ضحاک کشته شده بود و آماده انتقام بود. و فریدون با سپاهی عظیم به سوی نبرد با ضحاک رفت.